محترم مولا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء با پینو الارچی رئیس اجراییوی پیشین دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در دفتر کاریش دیدار نمود. در این دیدار هر دو طرف در مورد مبارزه با مواد مخدر از سوی امارت اسلامی در افغانستان و همکاری های مشترک افغانستان و جامعه جهانی در این زمینه بحث و تبادل نظر نمودند. محترم مولا عبدالغنی برادر آخوند گفت که امارت اسلامی در حدود 2.5 سال گذشته با کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان مبارزه جدی کرده و در حال حاضر سطح تولید و قاچاق آن به صفر رسیده است. محترم مولا صاحب افزود که امارت اسلامی هزاران معتاد را جمع‌آوری کرده و تداوی این معتادان به طور بهتر انجام شده است. برای فراهم کردن زمینه کار برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای برای آنها راه اندازی گردیده است. به گفته محترم مولا صاحب با روی کار آمدن نظام مستقل و امنیت سرتاسری در افغانستان زمینه خوبی برای ترویج کشت بدیل مواد مخدر به میان آمده است و سازمان‌های بین المللی می توانند در این زمینه با افغان‌ها همکاری نمایند. رئیس اجراییوی پیشین دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از مبارزه امارت اسلامی با مواد مخدر قدردانی نموده که جامعه جهانی مکلفیت دارند که در بخش مهیا ساختن کشت بدیل خشخاش برای دهاقین افغان با امارت اسلامی همکاری کند. پینو الارچی افزود آنها در نظر دارند تا در آینده نزدیک کنفرانس بین المللی را در کابل برگزار و از طریق این کنفرانس حمایت مالی بین المللی در بخش کشت بدیل خشخاش به دهاقین افغان را جلب کنند.